در چندین بلنداشانه شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف حدود 50 عائله افغانستانی طول تقریبا 6 سال اخیر زندگی داشتند. آنها اکثرا رسما پناهنده و مشغول تحصیل و کار بودند. ولی بعضی از نزدیکان و همسایگانشان میگویند که روز 4 می نمایندگان مقامات رسمی آنها را به میکرواتوبوس ها سوار کرده بردند. دیروز صبح در ما رو زده گفتند که ما رو برده ایستادند. نفهمیدیم که به کجا بردند. این کار دولت است و ما نمیدونیم. ما خفه شدیم. هر کجای باشند سلامت و در پناه الله باشند. دیروز برخی از رسانه ها با نشر نوار اخراج مهاجران گفتند حدود 250 مهاجر افغانستانی را از ولایت سوخت به شهر دوشنبه انتقال دادند و آنها با خطر اخراج به افغانستان روبرویند. گفته شد آنها کارت پناهندگی سازمان ملل متحد را داشتند. مقامات تاجیکستان و نمایندگی سازمان ملل تاکنون وضعیت را شرح ندادند. شکایت از اخراج مهاجران افغانستانی در حالی است که آخر هفته گذشته وزارت کارهای داخلی از بازداشت یک جوان افغانستانی با اتهام کشتار خبر داد. نظر پیوندان جوان به این اتهام معلوم نیست، ولی برخی از باشندگان محله که در آن اکثر پناهجویان افغانستانی اقامت داشتند میگویند گناه یک کس را نباید به همه نسبت داد. شکریه اپا همراه عائله و 3 پسر و کلین و نبیره‌هایشان زندگی می‌کردند. انسان‌های خوب و مهمان دوست بودند. به خانه همدیگری روابط داشتیم و در این کت همراه نشسته خوراک می‌خوردیم. از آنها یگان بدی ندیدیم. ما مثل خواهر و برادر گشته بودیم. رفتنشان ما را خیلی غمگین کرد. مسافری آسان نیست. به فرق از دیگر منطقه های تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف گریزه های افغانستانی زندگی آسوده داشتند. آنها تهدید اخراج به کشورشان را احساس نمی کردند و با جای کار و تحصیل تامین بودند. یکی از آنها سید محمود شاه جلالی معروف به محمود کاروان آوازخوان و شهروند افغانستان بود که بیش از 5 سال باز در ناحیه جبار رسولوف تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت داشت و در اینجا همراه فرزندان و عائله‌اش مقیمی گشته بود. در اکثر چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی شرکت می‌ورزید. خودش در یک مصاحبه با رادیو آزادی از آمدنش به تاجیکستان اظهار خوشحالی کرده بود. مکتب میروند، بهترین کورس های انگلیسی برایشان ایجاد شده. از همش یک پول از افغان ها نمیگیرن. و یک خوبی دیگر که من در همین طول مدت که همین جا هستم، خصوصا هم 1 سال، من نماینده افغان هاست در همین ناحیه مهرآباد هستم. جبار رسولوف همینجا نماینده افغان ها هستم. برای افغان ها بهترین زندگی، بهترین درس، بهترین شغل ایجاد شده. من متوجه کارهایشان هستم، کنترل میکنم. هر لحظه برای بزرگا، برای حکومت گزارش میتم درباره افغان ها که این کار میکنن، بی قانونی کار نمیکنن، همشان در کار مصروف هستند، همشان زندگی آرام دارن. بهترین زندگی داریم در همینجا. ولی در 2 سال اخیر قسمی از آنها توانستند به کشور سوم بروند، در حالی که هیچ یک از نمایندگان مقامات سبب این عملشان را توضیح نمیدهند. بعضی از مصاحبان رادیو آزادی گفتند که حادثه کشتار برای چنین اقدام سبب شده است. این هم در حالی است که مسئولان حکومت محلی در نشست‌های خبری از بود و باش آنها هیچ شکایت نداشتند. با لباس مکتبی رایگان تامین کرده میشوند، با لوازمات خانش رایگان تامین کرده میشوند. تحصیلشان هم البته رایگان است و خدمت رسانی در مؤسسه‌های طبی نیز نسبت افغان‌ها خیلی خوب برآورده شده است، رایگان برآورده شده است و خیلی که می‌دانیم در قید جنایتکاران نیز نمی‌ایستند. از طرف افغان‌ها جنایت صادر نشده است و در چارچوب قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان زندگی کار و فعالیت می‌کنند. سال گذشته مقامات تاجیک چند دفعه پناهندگان افغانستانی را از منطقه‌های مرکزی تاجیکستان اخراج کرده بودند. مقامات در شرح این تصمیم خود از جمله گفته بودند که مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران می‌کنند. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود که پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 9000 پناهجوی افغانستانی زندگی دارند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه جبار رسولوف.